سلام. اگر شما هم به دنبال تغییر در زندگیتون هستید، اول باید بدونید که این تغییر چگونه آغاز میشه. اولین قدم برای هر تغییری آگاهیه. صحبت فلسفی نمیخوام بکنم. منظورم از آگاهی خیلی ساده است. دونستن این که این جایی که من هستم جایی نیست که دلم میخواد باشم. اونقدر ما به وضع موجودمون عادت کردیم که باور نمی کنیم امکان دیگری، جای دیگری، راه دیگری هم برای زندگی هست. اولین قدم آگاهیه، این که من این جایی که هستم رو نمیخوام. مولانا داستان قشنگی داره. میگه اولین قدم برای اینکه یکی از زندان فرار کنه چیه؟ به نظر شما چیه؟ مولانا میفرماید اولیش اینه که بدونه تو زندانه. وقتی نمیدونه که تو زندانه و خیال میکنه که تو خونه خودش نشسته، خب در سلولم که باز باشه بیرون نمیاد. آیا این مثال مولانا شامل حال ما نمیشه؟ آیا اینطور نیست که در جایگاهی که هستیم باور کردیم که این تنها امکان زندگی کردنه و علی‌رغم همه ناراحتی هامون داریم این روزها رو ادامه میدیم؟ یکم بهش فکر کنید. اگر اینطور هست آگاه بشید به این که من در زندانم، در زندان افکار خودم، در زندان اندیشه های خودم، در زندان امکاناتی که برای من ساخته شد و منو در این راه انداخت، بدون اینکه من اونو انتخاب کرده باشم. به آنچه به دست می آوردم افتخار می کردم و خودم رو موفق می دیدم. اما امروز متوجه میشم اینها اونی نیست که من میخوام. این که آنچه هستم و آنچه دارم اون چیزی نیست که من میخوام. این آگاهی یعنی من در زندانم، یعنی من در خروش رودخانه افتادم. این اولین قدم برای تغییر در زندگی است. اگر چنین احساسی رو در خودتون کردید، به خودتون ببالید و اراده کنید که میخوام زندگیمو عوض کنم. میخوام زندگی بسازم که خودم دوستش داشته باشم.